سلام علیکم، من محدثه رمضانی هستم و امروز میخوام تو این پست این سایه رو با یه مداد قهوه‌ای ساده ابرو بهتون آموزش بدم. حالا میگی چطوری؟ بزن بریم که یادش بگیریم. با یه مداد قهوه‌ای میای یه خط چشم توی بن موجد میکشی و تا انتهای ابروت ادامش میدی و همونو مثل دال برمیگردونی توی کریس یا چین پلکت. بعد میای با یه دونه قلم و یه دونه سایه قهوه‌ای دقیقاً رو همون خطی که کشیدی و یکم رنگ میذاری، یکم بالاشو فید میکنی. فید یعنی چی؟ یعنی یکم کم رنگ ترش میکنی. خب توجه کردین؟ اینم که منم و آره بریم برای ادامهش. زیر چشمشم من با همون مداد قهوه‌ای کشیدم، برای سر چشمشم چون از متریال اقتصادی استفاده کردم گفتم اینم با یه مداد اقتصادی بکشم. فقط اگر شما خواستین این کارو بکنین حتما باید نوک مدادتون تیز باشه برای اینکه خیلی تمیز در بیاد. بعدم که یه موجه چسبوندم و تمام.